غریبی آمدم ایوای غریبم، برنگ زرد میگویم طبیبم. عشق سری زلفی ترا توب کی داده، چشمی هدفی مستی ترا خوب کی داده. عشق سری زلفی ترا توب کی داده. شما هنرمند هستید لیکن سرودهای دزدی را نغز میبینید؟ نه نغز میبینید. خچی بازی سرود دزدی خوانده میکنیم. سلام علیکم دوستان عزیز، پادپیشکانی کانال هنر تیوی. دوستان عزیز، برنامه یک سری هنرمند است. دعوت کردیم که از سرانده های شناخته میرزایف اسمت الله برادر عزیز خوش آمدید. هزار رحمت که در این برنامه اشتراک کردی و دعوت ما را نکردی برادر عزیز. رحمت کلام که به برنامه ما رو دعوت کردیم. خوش زنده باشه برادر عزیز. چخیلی که میگن این برنامه فقط برای هنرمندای انا که در برنامه یک سیر میگوی. اما سیر دلتون که چی باشه که پادپیشکا بنهایت گوش کرده استن که اکی برادر چی سیر داشته باشه، یک سیر پنهانی که در گوش گفتگی نباشه. من سیر ندارم، آرزو دارم که حافظی مشهور شم. باور کن این گپ بنهایت خیلی تاثیر وزن کرد. یعنی که من سیر ندارم و آرزو دارم، میخوام که من خیلی ستاره شم، من شناخته شم، بگذار که همین سیر باشه. این سخنی هست که هر کس گفتن نمیتونه شد، در دلش میمونه، با همون پیر میشوه، حواسش میبره، نه که گفتن نمیتونه. بنهایت خوب. برادر عزیز، بعد از یک سیر با برنامه ما 8 سوالگی عبارت است. مرحمت اکنون سوال سر میکنیم، سوال را خانه جواب میتین. اگر که بخونید سوالتون در همین جوانی میشه. جوانی میشه. برادر بنهایت غزلای خوب میخونند، حال در این برنامه میخونه. سوال است. شما در عائله صنعتکار به دنیا آمدید یا که نه؟ عائله شما صنعتکار است یا نه؟ صنعتکار است. صنعتکار است؟ آقای ما صنعتکار بود. ما هم کودکیمو و همین صنعت حواس آرزو داشتین و حواس آرزو رسیدین. رسیده استیم انشالله. رسیده استیم. بهترین انشالله که با پورا میرسین. مرحمت سوال دیگر دادرمونه. بعد دمره یک سرود غریبی خونه. یعنی که بعد طوری دستاتون یک سرود غریبی برای غریب، برای که 99% از 10 9% همه همی بگیم که 90% پادپیشکای ما مردم غریب هست. اگر که سرود نخونین نمیشوه. مرحمت. غریبی آمدم ایوای غریبم، برنگ زرد میگویم طبیبم. در غریبی عمرم مثلی باد رفت و پیر شدم. در غریبی عمرم مثلی باد رفت و پیر شدم. در خیال زندگی بودم ولی دلگیر شدم. فکر کردم شهری مردم را تماشا می روم. فکر کردم شهری مردم را تماشا می روم. لیک در این جنگل و بشک چو در زنجیر شدم. ای جوانی
بگویم ببخشایم تو را کردم خزان، با امیدی زندگی و لقمه نانی شدم. حیفی عمری نوجوانیم به خبر از ما گذشت، به خبر از مادر و یار و برادرها گذشت. به خبر از مادر و یار و برادرها گذشت. زنده باشی برادر عزیز. بنی‌ها سرود خوب بود، سرود غریبی. مردم غریب احساس میکنم که شما درک کردین. رحمت. من هم از سوال دیگر. دوتار زنی رو از کی آموختید؟ یعنی که شما دوتار نوازی رو از کجا آموختید؟ دوتار نوازی رو از استاد عبدالله شاهی. یعنی که از استادتون؟ از استاد. بهترین. مرحمت. سوال دیگر. یک سرودی تویانه خونی. یعنی که یک سرودی رقصی خونید. عشق سری زلفی ترا خواب کی داده، چشمی هدفی مستی ترا خواب کی داده. عشق سری زلفی ترا خواب کی داده، چشمی هدفی مستی ترا خواب کی داده. در پیشی خواند بوتای نورای، در پیشی خواند بوتای نورای. میرا من باغی ترا آب کی داده، میرا من باغی ترا آب کی داده. چند روز شیده به یک تخشنار شیدمه، خوردم غمی به در افغار شیدمه. یک کلبه تنگ باشه بخوانم ده غزل، یک کلبه تنگ باشه بخوانم ده غزل. ای جانا شیرینی خودم بزار شیدمه، ای جانا شیرینی خودم بزار شیدمه. رنگی ده مرده شده پیشی خانت خیمه زده، تو ربانی گرد بدم های آخیر که به مقصد نرسیدم. رنگی ده مرده شده پیشی خانت خیمه زده، تو ربانی گر بدم های آخیر که به مقصد نرسیدم. عشق سری زلفی ترا تاب کی داده، چشمی هدفی مستی ترا خواب کی داده. در پیشی خاند بوتای نوره، در پیشی خاند بوتای نوره. میرا من باغی ترا آب کی داده، میرا من باغی ترا آب کی داده، میرا من باغی ترا آب کی داده. ای نکی باور که ما هم خیلی چکیدمش. زنده باشی برادر. بهترین آواز داری اکا. صداتون هیچ وقت خسته نباشد. مرحمت. سوال دیگر. شما سرود دزدی رو نغز میبینید؟ شما هنرمند هستید لیکن سرودهای دزدی رو نغز میبینید؟ نه. نغز میبینید. خچی بازی سرود دزدی خوندیم کنیم؟ دزدی نخوندیم. کی بود؟ خوندیم هم غزلوی هلالی بود. غزل بوده؟ بهترین. مرحمت. سوال دیگر.
музикаи кинои Бобои Ғаффорро навозед. با نام دوتور موزیکای بابای غفورا منوازید میدونی دن 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 به نهایت خوب وقتی که انسان هنرمند وقتی که صدقاً کار میکنه صدقاً کسبش را دوست می‌داره ایوده همه کار میبره باور کن ما یکم بار دیگه بعد تو موزیکای بابای غفور باور کن به نهایت таланти خوب داری برادر عزیز رسیدیم به انجام برنامه امروزه برنامه چه خیلی بود رحمت کسال زور بداخی دوستان عزیز رسیدیم به انجام برنامه یک سری هنرمند این برنامه رو با دیگر هنرمندان از کانال هنر تیوی انتظار باشین خداوند مهربان نگهبان